дуруд шунавандаҳои гиромӣ, силсила гуфторҳои хониши бадиӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо рамани кайфари диловари мирзо дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон лолахон сатторӣ. оғози гуфтори даҳум. در تاشکند بچه‌های دلاور و جسور ما بعد 2-3 ماهی سکونت دیگر با تاجیکی گپ نمیزنم. بار شکایت کرد محمد. عرابکش تاقی چستی نیم تا در بری سر ای واهیمه می کند در بازار. می ترسم که همین خیلی ها ملت فروش نشوند. واهیمه می کنی برادر، خندیده گفت نصرت الله. عرابکشی بیچاره در فکر آن است که 4 تنگه پیدا کند، روزگاری خانواده‌اش را تأمین نماید. من تو را می دانم، رنجیده گفت محمد. هرگاه که یگان گپی نو قصه کنم یا واقعی دیدم را برایت بگویم، در مقابل آن یگان جواب سر تیار میکنی، گویا محمدی هایتی واهیمگر و دروغگو باشد. عرابچی هایی که من میگویم نه پروای پدر و مادر دارند و نه غمی یافتن 4 تنگه. یافتگیشان همان روز صرف میکنند، آلوفته های بخارا را به یک نول میزنند. یک روز تو را همراهم به تاشکند میبرم، با چشمی سر میبینی 2 تاقی چستی را بالای هم میمانند، لب یک تشه به درون قد میکنند، اگر به قولی ایشان گوییم میشکنند. یک نفرش را گفتم که بتون ازبک شده رفتی که؟ مبادا حضور دیگرها ملتت را تورگویی 7 پشت مردم کوهستان شرمنده نمایی؟ خدا نگه دارد. اکای محمد گفت ما لوچکا همین خیل نگردیم، نمی شود. بینمان نمایندگان چندین ملت را دیدن ممکن است. با دیگر زبانها هم گپ زده می توانیم. ملک روسکی رفتیم، روسی حرف میزنیم. همه بچه های ما زباندانند. دلاوری و سخندانی، مشزنی و گشتینگیری هایشان را بینی گمان میکنی که 7 پشتشان در همین شهر خاک شده باشد. تو فراموش نکن محمد. از سخنهای وی خندیده گفت نصرت الله. بابا و بابا کلان این جوانان از همین شهرها به کوهستان رفتند. ریشه آنها اینجا آب خورده است. نبیرگان بابا کلانهای شهری از جبر عرب و مغول و تیموری لنگ رفتن به سر خاصار و بلجوان، خاولینگ و دشتی جوم و از آنجا گذشتن به وخیا و قراتگین. همان ریشه پیوندی است که آنها را کشاله کرده به خاکدان بابایی می آرد. شاید من همه حرفای تو را نفهمم دوستم، لیکن یک چیز را خوب درک کردم. در حقیقت های بچه های جگردار، های جوان مردان غیور و دلاور، اگر همین غروری به جایشان نمی شد به آنها حسد می بردم. اگر همان بچه ها را برای راست هدایت کنیم، آینده برای وطنمون در کار می شوند که حقیقت را برایشان فهماندن در کار. درباره ستم و ظلم ثروتمندان حضور آنها بیشتر حرف زدن از منفیت خالی نیست. کم و بیش از باب انقلاب نیز باید سخن گفت نزد آنها. خوب، این دفعه که به تاشکند رفتم البته گفتگی آنها را میکنم. فراموش نکن محمد، اگر تو بچه های گفتگیت را به کار خیر هدایت کرده توانی، قرض فرزندی خود را ادا میکنی. 7 نفر جوان های گفتت میتواند 100 نفر را دنبال خویش به خاطر آرمان های مردم کمبغل راهنمایی کند. بین این سالها نه تنها در خوقند بلکه در سراسر آسیای میانه دیگرگونی های زیاد به عمل آمد. خاصه دوران حکمرانی خدایارخان شهر خوقند خیلی ترقی کرد. ساختمان بیناهای عظیم اوج گرفت. خدایارخان قصر با حشمت بنیاد کرد و استاهای گلدست را از شهرهای غصب کردهش اجباراً در بنیاد قصرش استفاده برد.
اما ضدیت‌های داخلی و کشمکشی‌های قدرت‌خواهی خان و امیرهای محلی روز تا روز پایه دولتداری قوم‌های بومی را سست می‌کرد. قوم‌های آسیای میانه به جان آمده بودند و در این روزها دولت پادشاهی روسیه با مقصد به دست آوردن بایگری‌های آسیای میانه لشکر کشیده تا رفت به شهرهای کلان نزدیک می‌شد. امیران و خانهای جاهل این را نادیده گرفته به غارت مال و اموال و خراب کردن ملک یکدیگر مشغول بودند. مردمی از جبر حاکمان محلی به جان آمده لشکر روس را با خوشنودی پیشواز می گرفتند. همین بود که آهسته آهسته نفوس روس ها در منطقه زیاد شد. ثروتمندان روس در شهرهای حقن کارخانه های صنعتی می ساختند. پیش از همه پخته را صاحبی کردند. مردکاران قراتگینی اکثر در زوادهای ثروتمندان روس به کار می در آمدند، اما از عوض شدن جای کار منفیت نبود. ثروتمندان روس نیز در غارتگری مزد مهنت از پیشترها فرقی نداشتند. سال 1875 خانگری خوقن از بین رفت. روسیه حدود خانگری را پره به تصرف خود درآورده به گوبرنیا تبدیل دادند. امارت بخارا نیز احوال بدی داشت. یک چند شهر کلان را در جنگ‌های شدید از دست داد. اکنون زمانی رسیده بود که امیر بخارا به اجازه روس‌ها آزاد نفس کشیدن نمی توانست. حتی برای به منصب‌ها تعیین نمودن دولت مردان رازیگی نمایندگان حکومت پادشاهی را می گرفت. بعد سال 1875 حدود ضبط نموده اش را روسیه گوبرنیا در هیئت دولت روس اعلان کرد. نصرت الله باز به خوقند برگشت. یک سال پس هم دیارانش آوازه آوردند که در قلعه لب آب دهقانان شورش برداشتند. به شورش مردان نامدار کوهستان قلندرشاه از دهه کل میرزازنگی املاکداری قلعه لب آب و آدینه لوچک از تومن هایت رهبری می کردند. نصرت الله هر دو سرکرده شورش را خوب می شناخت. آنها اکثر وقت به حقن می آمدند و قطار همدیارانی خیش مردکاری می کردند. می دانست که هر دو نفر که شورشچیان را رهبری می کنند نه سواد سیاسی دارند و نه به ساخت دولتداری سرفهم می روند. مقصد از عصیان تنها ستانیدن انتقام از ظالمان بود. عذاب و مشقت مردم را دیده دیگر تاب نه آوردند و سلاح به دست گرفتند و باور دارند که ظالمان بیرحم و آدمخوار را از قراتگین نیست میکنند. اما اندیشه آن را نداشتند که بعد چی می شود. عامه مردم را کی راهبری می نماید؟ تقدیر دولت و دولتداری چی می شود؟ قلندرشاه پهلوانی صفدر و نامدار بود، اما باور داشت که زیر دستان امیر بدون امر وی به غارت خلق مظلوم دست می زنند و با امید آن که پیش راهی ظالمان و ستمکاران را می گیرد به بخارا رفت. بعد چقدر انتظاری ها به قبول امیر مشرف شد. از حاکم و املاکداران قراتگین شکایت کرد و سمع امیر رساند که دولت مردانش در آن بلادی از مرکز دور پنهان از چشم امیر کبیر به خلق بیچاره ظلم و جبر میکنند. امیر ابتدا سکوت ورزیده به حرفهای وی گوش داد. بعدی گپش را تمام کردن قلندرشاه با گوشه چشم به طرف آنهایی که حضور او دست پیشی بر راست می ایستادند نگریست و با آواز پست گفت: این داخونده ابله را که در حق غلامان صادق ما بدگویی کرد به آبخانه پردایید. بگذار یک مدت همانجا خواب رود و دانسته گیرد که در حق مردان صادق دولت بخارا غیبت نمودن چه عاقبتی داشته است. به حرفی بنده گوش دهید. امارت پناه
دوباره صدا بلند کرد قلندر شاه: اگر حرفی دروغ گفته باشم خداوند سزایم را دهد. مرا مردم قراتگین با صد امید حضور شما فرستادند. دمت را گیر ابله. گره بر ابرو زده گفت مرد بزرگ جوسه سیاه جردکی از امیر پایانتر در کرسی زرین نشسته بود. تو عیب و ایزارا ندانسته دروغ میگویی. بزرگان و خدمتگاران صادق دربار را تهمت میکنی. صد حیف. ناترسانه صدا بلند کرد قلندر شاه: به حرف دوستانم باور نکردم. آنها مرا فهمانده بودند که گرگ آدم خوری کلان امیر است. 100 دریغ که به دوستانم باور نکردم. صدایش در گلو درمان. از ضرب تازیانه که با شست پشت سرش را سیله کرد فرو غلطید. با عذاب از جا بلند شد ولی دیگر حرف به زبان آورده نتوانست. گنگ شد. 6 ماه به هیچ گناه محبوس شد. آن مردان آرام و با تمکین با یک اشاره امیر به سگان وحشی تبدیل یافته به قلندر شاه ساده در افتاده دست و پایش را بستند و به زندان پرتافتند. 6 ماه به هیچ گناه محبوس شد. بعدی از زندان امیر نجات یافتند فهمید که طایفه ظالم در همه گوشه عالم یک رنگ بوده است. عهد کرد که مردم را به مقابل این ظالمان برمی‌خیزاند. خانه آنها را می‌سوزد و دولتشان را از بین می‌برد. با همین نیت به وطن برگشت. با دوستش آدینه لوچک مصلحت کرد و شورش برداشتند. چند تن از ظالمان را کشتند ولی در نیمه راه شکست خوردند. زورشان به لشکر امیر نرسید. این واقعه را از اشتراکچیان شورش که بعد شکست آن پراکنده شده و یک گروهش به شهر حقند آمده بود شنید. نصرت الله. بچه ها با صد درد و علم آن روزها را به یاد آورده قصه می گفتند و غریبان دور از وطن گاه برای دلاوری دلیران کمبغل احسان می گفتند و گاه به حال زار آنها بعد شکست می گریستند. از شکست کار ایشان اندوهگین شد نصرت الله، ولی به جوانان دلاوری همدیارش افتخار کرد. باور کرد که در نواحی دوردست کوهستان هستند جوان مردان گرده‌دار و آنها در مقابل ظالمان مردانه مبارزه میبرند. نمی ترسند از عاقبت کار خویش. میخواهند به منفعت مردم کمبغل کار را انجام دهند. اما مقصد از مبارزه تنها خونریزی و کشتن و انتقام گرفتن نباشد. مبارزه باید هدف و مقصد نهایی را صاحب شود. با کشتن و خونریزی مسئله حل نمی گردد. ما باید ساختار دولت را برهم زنیم. در آن صورت می توانیم ارمانهایمان در حیات عملی شوند. در این کار تنها بلشویک ها می توانند به ما یاری دهند. آنها مردم مبارز را براست هدایت کرده می توانند. اندیشید در دل. این ابتدای یک مبارزه بزرگ است در مقابل ظالمان. قصه را شنیده به هم مسلکانش گفت نصرت الله: باور دارم که از این به بعد هر روز صف مبارزان دلیر در کوهستان قراتگین افزایش می‌یابد. برای مبارزه به مقابل ظالمان سلاح و غذای فراوان لازم. گفت محمد: مردم کوهستان که جز دسته کلند و مشته سپار چیزی را به دست نگرفته است، از کجا میتواند جنگیدن؟ از حساب جوانان کوهستانی صدها تن در خدمت عسکری هستند. در لشکر خان خوقند شماره ایشان بیشتر است. ساعتش آید همانها نیز با سلاحی داشتهشان پی نجات همدیاران به ما همراه می شوند. خوب، گفته شما شود.
پس نامد محمد. کمبغل‌ها دولت را به دست گیرند، آن را کی اداره می‌کند؟ کنی مردان سیاستدان و عاقل. یک دو روز به سراسامانی می شود و باز دوباره ظالمان دیگر سر قدرت می آیند. از پیشتره بد می شود. دوستم محمد، اندیشمندانه گفت نصرت الله، دیگر مردمی کمبغل ما تنها نیستند. برادران مبارز روس ما را راهبری خواهند کرد. تمام کمبغل‌های تاجیک و ازبک، ترکمن و قزاق و قرغیزها متحد خواهند شد. کمبغل روس چشم دیگر کمبغل‌های دنیا را گشاد. دانستند که اگر با راه زوری پی نجات خود تلاش نکنند، کسی به فریادشان نخواهد رسید. باور دارم که ساعت غلبه آنها در ملک روس به زودی فرا خواهد رسید. آنها از علم سیاست هم باخبرند و از علم دولتداری هم. بشنیدم و از روی روزنامه‌های خواندم، میدانم که به کمبغلان روس مردان شجاع و صاحب علم سربری میکنند. الها گفته شما شود. نصرت الله در شهر میگشت. گاه پدر پیری بیمار به یادش می آمد و گاه عروسی چشم در راه به خوابش می در آمد. جسمش در حقن بود و هوشش در قراتگین. و روز به خاندان آنها مصیبتی بزرگ آمد. ابتدا مردکارهای از قراتگین آمده آوازه فوت همسر نازنینش را آوردند. دنیای روشن به نظرش شبی تاریک شد. یک هفته در تنهایی اشک ریخت. دیگر هوس زود به قراتگین رفتنش سراسیمه اش نمی کرد. طفلان خردسالش منورشاه و خیرنسا و انورشاه را به خاطر می آورد و علمش بیشتر می گردید. فوت اقلیمه سیاه پیچه و نازنین و وفادار به سلامتی او تأثیر رساند. یک مدت بیستری شد. همدیاران لحظه او را تنها نمی گذاشتند. محمدی هایتی ساعتها پهلوی بسترش می نشست. سرگذشت‌های عجایب و غرایب حکایت می کرد. ولی نصرت الله حوصله شنیدن قصه های او را نداشت. چهره یتیمکانی ره دورش را به یاد می آورد و بند دلش می لرزید. خوراک از گلویش نمی گذشت. اما فلک نامرد با این قناعت نکرد. بالای خانواده آنها مصیبت دیگری فرستاد. آخرهای ماه همدیاران خبر آوردند که عمک لطف الله نیز جهان پرشور را ترک گفت. نصرت الله از مصیبت دوم بیشتر ضربه دید. کاش غربت را اختیار نمی کردم و پهلوی پدر می ایستادم تا روزی مرگش خدمت می کردم. رحمتی به من سخنهای ناگفته بسیاری داشت. دریغ عمر بی وفا. محمد یک بیگه قاسم دوتاری را آورد. قاسم از دهه شور تومن هایید بود. خونیاگر نامدار بود. می گفتند که بلبل سپودم از ناله دوتار قاسم مست شده پیش پای خونیاگر افتاده است. محمد این حادثه را به چشم ندیده بود، اما هرگاه که سخن درباره قاسم می رفت این لحظه را برای سامعان با شوق و رغبت حکایت می کرد. آن دیگاه مردان قراتگینی از هر گوشه ملک بیگانه آمدند. یار و آشناهای نصرت الله آمده بودند که تسلیش دهند. به ارواح زوجه سیاه پیچه مرگ و پدری بزرگوار فاتحه خوانند. نصرت الله برادر، اندیشمندانه گفت قاسم، ما نیز همین روزها را سر گذرانیدیم. ناظم جان من اکنون به خانه 5 قدم ماند. خدا رحمتی مادرش در 6 ماهگی بچه بیبخت دنیای فانی را ترک کرد. شکر گفتیم. 1 سال دراز غم خوردم، گریستم. رحمتی آدمی خوب بود، لیکن گریه و زاری فایده نآورد. برعکس سلامتی هم بد شد. بعد دوستان نصیحتم کردند که به خاطر صغیره های بی مادر سلامتی هم را احتیاط کنم. به پندشان گوش دادم و دانستم که درست میگویند آنها.
دستی بنده خاکی به گریبان فلک نامرد نمی رسیده است. شکر گفتیم و باز خانه آباد کردیم. دنیا همین بوده است. کسی نمی داند که از آمدن و رفتن ما مراد چیست. شکر کن. قبلگاهی عمر خوب دید. همه آرزوی و ارمانش را در دنیا دید و باور دارم که آسوده رفت. او کسی خوشبخت بوده است با چنین فرزندانش. کسی در دنیا به سرش آهن نمی بندد. دعا کنیم که به دیگرها خداوند تنی صحت و عمر دراز و برای کار دهد. ای دوستی عزیز، بزرگ صدا بلند کرد نصرت الله. خداوند فرصت نداد که از دیدار همسر شیرین زبانم سیر شوم. یک پایم در قراتگین بود و پای دیگرم در خوقند. قبلگاهی میخواستند که دیگر به ملک بیگانه نروم، در خانه بمانم و خدمتش را ادا نمایم. ولی زندگی روزگار زارمانده آدم را مجبور میکند که برای برده نان تلاش کند. همش میگذرد برادر، صبر باید. این زخم هم شفا مییابد، اما تا دیرها جای آن میسوزد، خارش میکند. بعد قاسم کمی سکوت کرد و دوتارش را به دست گرفت. دور و دراز جورش را درست کرد و به تارهای آن ناخون زد. ناله پرسوز دوتار قلب مردان دور از وطن را لرزاند. یک آهنگ وزنین پردرد در فضای تنگ کلبه غریبان طنین انداز شد و بعد آوازی علمدار و دردآلود قاسم به آن پیچید. هنگام نو بهار و گل از بوستان جدا، یا رب مباد هیچ کس از دوستان جدا. بلبل به ناله در چمن آمد به وقت صبح، از وصل گل همی شود اندر خزان جدا. دنیاست باغ کهنه و ایشان چو نو گلند، هر یک ز باغ گل کند باغبان جدا. بسیار خوفتن در این خاک سیمتن، شاه و عروس هر یک از گل رخان جدا. افسوس که این حیات جهان رایگان گذشت، افسوس دیگران که شود تن ز جان جدا. زنهار پای بر سری آزردگان منه، تنها به گور خفتن از جمعشان جدا. ترکی هوای و حرص بکن حافظا کنون، از بحر وصل دوست شو از خانمان جدا. شنونده های گرامی، شما рамани кайфари диловари мирзоро дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон лолахон сатторӣ шунидед. муҳаррир обиҷон саидзода, коргардон ануша хуҷамова. ин гуфтор соли 2024 сабт шудааст. анҷоми гуфтори 10